عرض ادب و احترام مجدد خدمت فالوورای بزرگوار و گرامی، عزیزانی که توی یوتیوب ما رو دنبال میکنن. یه دنیا شرمندم، مشکلاتی بوده که تا حالا نتونستم دوباره فیلم بگیرم و بذارم. کرد عزیزەکانی کە لە سەراسەر دنیان بەهەرحاڵ ئەمە دەبینن، گەورەیەتی دەکەن، ئەمەیان فاڵۆ کردو. بازارچەی نوری مەهاباد لێرەینە ئەوڕۆ دەستمان پێ کردوێتەوە شەرمەندە دنیایەک کە نەمانتوانی و مودەتێ ئێمە فیلم هەڵگرینەوە. کوتبوومان کە لە تەواوی جگاهای گردشگری گفته بودیم، گردشگری کل جاهای معروف و به نوعی جایی که همه مردم میان دیدن میکنن، خرید میکنن، گشت و گذار میکنن، واسه شما بزرگوارم فیلم بذارید. اینم هتل تارا هست روبروی مجتمع تجاری تفریحی نور. باید بگم مجتمع نور ورودی مهاباد هست از سمت میان دعا. این پل زیرگذرش دیگه ورودی مهاباده. اینم مجتمع تجاری نور. حالا بزرگواران میریم تو و اینجا نشونتون میدم. گفتم از بیرون پاساژ هم فیلم بگیرم ببینیم. مجتمع نور تا بازارچه‌ای که اسمش تاناکورا هست، لباسای استوک که میفروشن به هم چسبیده، به نوعی با هم فاصله زیادی نداره. اینجاها غذاهایی هم داده میشه به مسافرها که از راه دور میان دیدن میکنن یا اینکه خرید میکنن. بازارچه نور مساحتش یکم بزرگه به هر حال. مجتمع تارا که گفتم نور تارا، یعنی هم هتل تارا روبروی اینجاست. دقت کنید، مجتمع تجاری نور. خب این از بیرون. از اونجا اول مجتمع هستا این قسمت. حالا میریم تو با اجازه شما بزرگوارا که توی بازار چرا هم نشونتون بدم. این واسه گذاشتم. اگه یادتون باشه مهاباد مال بود رفتیم، مجتمع اصغری هم فکر کنم رفتیم. وسایل خونگی کلن داره، وسایل برقی، تزئینی، دکوری، کیف و کفش، لباس، پوشاک واسه هر جنسیتی و هر سنی، شوینده ها. ما با هم یه دوری میزنیم تا همکفو نشونتون بدم. بزرگواران چند طبقه است، نگاه بفرمایید، 3 طبقه کلن مجتمع نور. نسبت به بازارچه اصغری کوچکتره، نسبت به مهاباد مال مسافتش کمتره. نگاه بفرمایید، وسایل آرایشی، بهداشتی، پوشاک، کیف و کفش و انواع پتوتو، سایز و رنگ متفاوت و طرحهای متفاوت. نگاه بفرمایید، جاییه که واقعا میشه
راحت‌تر خریدی و انجام داد، چون هر چیزی درش وجود داره، قیمتش هم خیلی مناسبه. اینو همه مسافرایی که از کل ایران اومدن اینو تایید کردن که بازارچه نور یا کلا مجتمع ها قیمتاشو نسبت به بازار خیلی مناسب تره و حتی بهتر. سال هاست به هر حال اینجا آدمایی هستن، کاسبایی هستن که صادقن و دنبال لقمه حلال. نگاه بفرمایید. آرایشی، بهداشتی، این طبقه هم کف هست. توی فرصت دیگه، توی زمان دیگه یا یه روز دیگه دوباره یه تایم تعیین کنیم واسه طبقه دوم و سوم. نگاه بفرمایید. کل لوازم منزل درش موجوده و واقعا خاص و خوشگل، قیمت ها مناسب، جنس ها مقطوع، خیلی بی نهایت عالی. که جمع من دونه بی باشه به قربان او با یوتیوبی دایدنیم شتیتی وانی ها او کشفانت سندن او دیواره هیا آوتا. متوجه شدیم بزرگواران قیمت ها بی نهایت منصفانه است نسبت به هر کجای شهر، حتی خیلی از استان ها. درسته؟ گفته بودم جنسای عالی، کاسبایی که تجربه کار دارن و دنبال لقمه حلال. واقعا محشره. با بازارچه بانه رقابت میکنه، اینو بدونین. اینم آرایشی بهداشتی. راسته که همکفی که ورودی شو نشونتون دادم و اومدم. بزرگواران تا یه تایم دیگه، یه روز دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تو فرصتی مناسب طبقه دوم و سوم فیلم برداری میکنم و به شما بزرگواران نشون میدم. عصرتون بخیر، لحظاتون شاد و آرام.